در شهر استرافشان ولایت سوخت یک گذرگاه زیر زمینی را محکم کرده به فروشگاه تبدیل دادند. در این باره یک منبع پایگاه خبری بامداد از استرافشان با ارسال دو عکس خبر داد. البته در اکثر کشورهای دنیا در گذرگاه‌های زیر زمینی رسته‌ها برای فروش محصولات گوناگون گذاشته می‌شوند و این یک امر معمول است. ولی آنچه که در استرافشان با گذرگاه کردند فرق می‌کند. در اینجا گذرگاه زیر زمینی را که قبلا برای رو و آی مردم خدمت می‌کرد از یک طرفش با خشت محکم کرده به مکان فروش قالین‌ها تبدیل دادند. اکنون آدمان به اینجا تنها برای خرید می‌درآیند، نه برای گذشتن از راه از طریق گذرگاه بی‌خطر. گذرگاه مذکور در درآمدگاه شهر و نزد بازار کلانترین استرافشان در یک مکان پر ازدحام جایگیر شده است. به پایگاه خبری بامداد میسر نشد که نام و نسب مالک این گذرگاه را معلوم کند. این هم روشن نیست که کدام مسئول خردمند به چنین پیشنهاد اینواتسیونی رضایت و اجازه داده است تا گذرگاه مردمی را به مغازه تبدیل دهند. حالا از یک طرف این گذرگاه مغازه قالین فروشی و در طرف مقابلش حاجتخانه جمعیتی به مردم خدمت می‌رساند.